دوم پرسپولیس توسط وحید امیری به ثمر رسید. تجربهشو گذاشت پشت این ضربه. وحید واقعا خسته نمیشد. به بچه‌ها میگفتم به کاد این نمیخواد خسته شه، واقعا ماشاءالله به غیرتشون، واقعا به قول علی‌آقا. تیر دروازه میخوره، توپ بعدی رو امیری میزنه و گل. پاس درون محوطه جریمه ارسال، موقعیت و گل. چه دقیقه‌ای خط دفاعی استقلال رو دروازه یه ضربه و گل. گل دوم برای پرسپولیس. میدان بشار حسن یه پاس به جلو، تک به تک با دروازه بالا توی دروازه. نیز همچنان امیری توپم ارسال میکنه گل. اضافه میشه وحید امیری چیپ میندازه. چه گلی زد وحید امیری. مؤدب و با اخلاقیه وحید امیری.